شما اگر در یک روز 100 بار استغفرالله بگین، الله میگه 3 چیزتان میتن. چی میداده؟ یکم من کل ضیق مخرج. چی مشکلات داری؟ الله میگه از مشکلات بیرونت میکنم. ببین چی مشکلات؟ مشکلات اویلوی داری؟ مشکلات مالی داری؟ مشکلات کاری داری؟ چی مشکلات داری؟ میگه از او حالت بیرونت میکنم. هدیه های استغفرالله پیامبر ما گفتیسته. دو من کل همین فرج، تمام غم ها تا به شادی مبدل میکنم. سه و یرزق من حیث لا یحتسب، رزقت میتونم از جایی که در گمانت نیست. یا الله